بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز احمد محمدی هستم از ولایت هرات و همچنین مسئول تطبیق پروژه های نهاد خیریه احساس در این ولایت. آن که خنداند یتیم خسته را، باز یابد جنت در بسته را. طوری که به همگی معلوم است، دهها بی‌ثباتی در ابعاد گوناگونی که در جامعه ما وجود داشته، افراد بیشمار آسیب پذیر ساخته و قشری که واقعاً در انزوا قرار گرفتن ایتام و اطفال بی سرپرست هستند. بنابراین بر اساس آموزه های دین ما و شما و بر اساس نودوستی که در فطرت ما انسان ها وجود داره، تقاضا میکنه تا که ما دست نوازش بر سر این قشر محروم بکشیم و اینا در زیر چتر حمایت خود قرار بدیم تا باشد که ایتام هم مثل سایر افراد شخصیت های مستقلی